سلام علیکم. جلسه 4 دوره آرک مارکت. خیلی خوش اومدیم به این جلسه. تو این جلسه میخوایم در مورد انواع موقعیت‌های کاری که توی فیلد کار ساختمون برامون پیش میاد صحبت بکنیم. حالا چه تو گزینه طراحی و چه تو گزینه اجرا. بذار زوم کنم. این زومه رو من یادم میره، بعدش که ویدیو رو نگاه میکنم نه کاش اینجا رو زوم میکردم دیگه. حالا شما به بزرگی خودتون ببخشید. توی زمینه طراحی که وارد میشی یا میتونی طراحی کامل یه پروژه رو برداری یا طراحی اجزاش رو برداری، مثلا طراحی نمایی پروژه رو برداری یا خدمات جانبی بدی، مثلا ماکت سازی یا رندر گرفتن، یا اینکه بیای آموزش بدی تو بحث طراحی. یه مسئله این که هستش، تمام موارد بین طراحی و اجرا جداان به جز همین فیلد آموزش که تو هم توی طراحی میتونی آموزش بدی، هم تو اجرا میتونی آموزش بدی. و توی اجرا میتونی پیمانکار جزء باشی، میتونی پیمانکار کل باشی، مدیر پروژه باشی، میتونی مسئول کارگاه باشی، عملا کارمند یه نفر باشی که یه کارگاهی رو بر عهده گرفته و تو شدی مسئول اون کارگاه، یا میتونی آموزش بدی. پس این میشه کلیت ماجرا که یه نگاه کلی داشته باشیم. بریم اسلاید بعد. حالا توی بحث کار معماری بذار زومم بکنم که دیگه موس رو بذارم کنار. خب چند تاش اول با هم صحبت کنیم بعد میرم پایین تر. تو حالت اول تو میتونی معماری کامل یه پروژه رو انجام بدی، فول آرکیتکچر باشی، یه پروژه رو هر چی که داره رو تو انجام بدی. طراحی پلان، طراحی نما، طراحی داخلی، طراحی لندسکیپ، نمیدونم طراحی روف گاردنش که حالا زیر مجموعه لندسکیپ میشه، طراحی جزئیاتش. و تو اگر که میخوای یه معمار کامل باشی، یه معماری که همه چیز رو بتونه انجام بده، باید خیلی اطلاعاتت کامل باشه. مثلا کسی که قطعا من الان خودم یه معمار کامل نمیدونم و قطعا تویی هم که دارین ویدیو رو ببینی نیستی، معمار کامل تو ایران 20 تا بیشتر نداریم تهش. چرا؟ چون باید علاوه بر این که همه موارد طراحی رو بدونه، طراحی نما، طراحی داخلی، طراحی پلان، طراحی لندسکیپ، هر چیزی که گزینه‌های طراحی داریم، معماری انرژی کم آشنایی داشته باشه، اقلیم معماری رو بلد باشه، معماری تکنولوژی آشنا داشته باشه، همه اینا رو داشته باشه. نکات اجرایی رو هم باید بدونه، یعنی طرحی که میزنه دیتیل های اجراییشو همونجا تو ذهنش بتونه تجسم کنه، دیتیل بتونه حتی بده. یه نکته داره که بعد از همه حرفام بهت میگم، حتی با نرم افزارها آشنایی داشته باشه. فقط نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که تو به عنوان معمار کامل اینا رو باید بشناسی، اما قرار نیست بشینی دونه دونه پشت رویت خودت کلیک کنی، بشینی پشت اسکچاپ خودت کلیک کنی، خودت بری اجرا کنی، خودت بیای طرحو بزنی، خودت بری نما رو طراحی کنی. نه، تو وقتی تو همه اینها سررشته داشته باشی، حالا میتونی یه تیمی داشته باشی که هر کدومشون یه جزء پروژه‌ت رو ببرن جلو و تو ایرادات اون اجزا رو بگیری. مثلا این نما، خب ببین اینجاش اجرایی نیستش، این شاسی کشیش مشکل میخوره، این طرح داخلیه از این نظر مشکل، این متریالی که دادی شدنی نیست تو ایران، این شیشه بزرگترین جامی که تو ایران داریم از اینی که تو دادی کوچیک‌تره، یا مثلا ایرادات مشابهی که هست، یا مثلا ایراد طراحی بگیری از طراحی نماش، ایراد طراحی بگیری از طراحی لندسکیپش. پس یه معمار کامل هم فن حرفه و کسی هم نمیتونه کلاه سرش بذاره. مثلا تو داری طرحو یکی میدی برات مدل کنه، میگه خب اینجاشو مثلا برام اینجوری انحنا بده، بعد اون مدلرت میگه که نمیشه مهندس، با مثلا با اسکچاپ نمیشه این کارو کرد. تو وقتی آشنایی نداشته باشی میگی خب راست میگه، پس هیچی ولش کن، یه کار دیگه‌اش میکنیم. ولی وقتی آشنایی داری میگی نه خیرم، برو از سند باکس این کارو کن، اون کارو کن، درست میشه. میدونی چی میگم؟ وقتی که بلدی کسی هم نمیتونه کلا سرت بذاره. پس این میشه ویژگی های یک معمار کامل که باید همه چی رو بلد باشه،
ببین وقتی میگم همه چی ها، یعنی هر چی از این به بعد توی این منو هست و باید بلد باشه و حتی نکات اجرایی که هستش. یعنی یه معمار کامل تاسیسات برق رو هم باید بدونه. یه معمار کامل دیگه سوالی براش نیست. بعد ممکن تو الان تو ذهنت باشه خب اوکی، حالا یه معمار معمولی که خودش رو میگی تو اون مثلا میگی تویی که تو این 20 تا نیستی، مگه تو تاسیسات برق رو نمیدونی؟ چرا؟ منم میدونم، اما اولا تو لولی که اون میدونه نمیدونم، دو این که خب یکیشو میدونم، دو تاشو میدونم، هزار تا آیتم هست که تو باید اوکی باشی. مثلا یه معمار کامل گرافیک هم میدونه. چرا؟ چون که میخواد کارش رو با پرزنت خوب ارائه بده. یه معمار کامل روابط اجتماعی رو هم میدونه، قرارداد بستن هم میدونه چجوری با نیروش صحبت بکنه، میدونه که کجا اخم کنه، کجا مهربون باشه، کجا ایدی بده، کجا جریمه بکنه. میدونی این کاریه که در کنار به دست آوردن اطلاعات و همه چی تجربه لازم داره، بازخورد گرفتن از رفتار لازم داره و بعضیا با تجربه کامل هم نمیتونن معمار کامل بشن. چرا؟ چون ویژگی‌های شخصیتی هم لازم داره. یعنی یکی که بسیار آدم بد اخلاق، عصبانیه، هیچی حرف کتش نمیره، حرف خودشه فلانه و همانه، که دیگه اون که نمیتونه تعامل داشته باشه با نیروش، پس اون نمیتونه معمار کامل بشه. یا یکی که صلبه، میگه که نه، مثلا یکی دیگه از ویژگی معمار کامل اینه که رشد پذیر باشه، یعنی قبول کنه که یه جایی کارش ممکنه بلنگه و بعد اون ارتقا بده. مثلا اون زمانی که بحث متاورس پارسال 1-2 سال پیش خیلی باب شد، خیلی از معمارای معروف اومدن گفتن چیه این حرفا، ما دفتر اونو داریم دیگه، اون فضاها چیه، شوخی خنده داره دیگه، اینا رو نباید ما بریم. به محض اینکه یکی از معمارا اومده دفتر تو متاورس زد، همه شروع کردن بهش توپیدن. حالا اونم دیگه خیلی زود بودش حرکتش، ولی حرفم اینه که ببین مقاومت میکردن جلوی این رشده. یا مثلا یه زمانی خیلی از دفاتر معماری میگفتن آقا وی آر چیه، ما نمیخوایم. یه زمانی خیلی از دفاتر معماری میگفتن پرزنت معماری چی، اصلا اینستاگرام چی. همون چیزی که جلسه قبل فکر می‌کنم اینو گفتم که من همکار خودم به من میگفتش که این کارا چه تو اینستاگرام میکنی. ببین معمار کامل جلوی رشد خودش هم نمیگیره، نمیگه من همینم بس، این چارچوب بر من بهترینه. تو وقتی بگی من همینم بس، از اون آیتم رقابت جا میمونی، از بازار رقابت جا میمونی. طراحی تخصصی نما میتونه جزو یکی از گزینه‌ها باشه که تو به عنوان یه معمار بخوای انجامش بدی. ببین بعضی از این آیتما بازار کار خوبی دارن، رقیب هم زیاد دارن. بعضی بازار کار خوبی دارن، رقیب کم دارن. بعضی بازار کار بد متوسط رو به پایینی دارن، رقیب بازم زیاده توشون. بعضی بازار کارشون کمه، رقیب هم کمه. یعنی 4 تا حالت بیشتر نیست. طراحی تخصصی نما از اون رشته‌هاییه که بازار کارش خیلی زیاده، رقیبش هم خیلی کمه. من قبلا هم مثالش رو بهت گفتم دیگه، برو ببین چند تا طراح نما تخصصی کسی که طراحی نما کنه میشناسی، رقیب توش کمه، الان کمه. 10 سال دیگه مطمئن باش با این مسیری که افتاده و این تبلیغاتی که خود شخص من دارم میکنم رو طراحی نما، که هر کی داره دوره‌های منو میبینه میگم آقا طراحی نما رو ول نکنین، مطمئن باش رقیب تو طراحی نما زیاد میشه. اگه هم میخوای برگه برنده داشته باشه الان بعد واردش بشی، بعدها دیگه تا 5 سال دیگه به دردت نمیخوره. مورد بعدی طراحی داخلیه. طراحی داخلی اون اولیه، پس طراحی نما بود، بازار زیاد داره، رقیب کم داره. طراحی داخلی بازار زیاد داره اما رقیب هم زیاد داری. پس تو توی بحث طراحی داخلی علاوه بر این که باید خوب باشی و عالی هم باشی. یه طراح نمای خوب میتونه بازار خوب داشته باشه، اما یه طراح داخلی خوب بازار متوسط داره. چرا؟ چون رقیب زیاد داره. پس باید ملاک‌های تمایزی پیدا بکنی برای خودت دیگه. بعد تو طراح داخلی و طراح نما اینا رو میدونین چیه دیگه. طراح نمای ساختمون اینه که بیاین نقاب برای ساختمون رو طراحی کنی. طراح داخلی هم میشه اینه که اجزای داخلی رو بررسی بکنی. حتی یه طراح داخلی روی طراحی دیتیل های، مثلا چیزی که به ما گفتن، مثلا خیلی‌ها فکر میکنن طراح داخلی اینه که بیاد بگه اینجا چه رنگی باشه، اینجا چه شکلی باشه و اینها. نه، اینجوری نیستش. فقط مثلا طراح داخلی خوب تو وقتی میری پیشش میگی که مثلا من مشاورم آقای طراح داخلی، خانم طراح داخلی، میخوام که کسی که میاد پیش من، چون من تعداد مشاورهام بالاه، میخوام اینا زود خستشم برن، چیکار میتونی برام بکنی؟ خیلی نکته جالبیه. همه مثلا همه میان پیش تو میگن ما یه
فضایی میخوایم که همه موندگارشن توش. تو یکی اومده پیشت میگه آقا من میخوام یکی اینجا نمونن، اینایی که میان اینجا یه کاری بکن. مثلا تو میای بررسی میکنی میگی که آقا خب عمومیتش رنگ فضا اینجوری باشه، چیدمان اینجوری باشه، ولی مثلا ممکن تو بیا حتی دیتیل تر کار کنی، بگی آقا ارگونومی صندلی تو که قرار 10 ساعت بشینی اینجوری باشه که تو راحت باشی، ولی ارگونومی صندلی مخاطبت اونجوری یه مدل دیگه باشه که این 10 دقیقه یه ربع که نشست مثلا چرم دونه درشت باشه که پشتش خیس بشه، مجبور بشه خودشو جابجا کنه، بعد از نیم ساعت بگه آقا ولش کن خسته شدم اینجا دارم اذیت میشم. میدونی چی میگم؟ یا حتی در این حد دیتیل هم تو به عنوان طراح داخلی میتونی نظر بدی. البته طراح داخلی تو کشور ما یه مقدار چیز اشتباهی جا افتاده که شاید مثلا به واسطه تبلیغات اشتباهی که تو فضای مجازی داره جلو میره. حالا اشکال نداره دیگه. بحث بعدی طراحی لندسکیپ و محوطه است. طراحی داخلی و طراحی لندسکیپ بچه‌ها جفتشون توی دانشگاه رشته آموزشی دارن. یعنی تو اگر کنکور ارشد، تو کنکور کارشناسی زیاد رقیب نیستش، رشته‌های تاپی هم نیستن، اما تو کنکور ارشد کسی که رتبه خوب بیاره میتونه بره طراحی داخلی تو دانشگاه‌های تاپ بخونه. طراحی داخلی دانشگاه تهران، طراحی لندسکیپ دانشگاه بهشتی، دانشگاه مدرس، اینا همه دانشگاه‌های تاپن و توی اینها تو با رتبه خوب میتونی بری این دو تا رشته رو بخونی. اما طراحی نما متاسفانه یا خوشبختانه فیلد تخصصی نداریم الان در حال حاضر تو دانشگاه. فکرم نمی‌کنم حالا برنامه داشته باشم براش. تو طراحی محوطه تو طراحی فضای حیات، فضای نشیمن، فضای نشیمن که نه ببخشید، فضای روف گاردن، نشیمنی که تو روف گاردن هست، همه اینا با تو باید اطلاعات گیاه شناسی داشته باشی، بعد حوصله اگر مثلا میخوای یه طراحی بکنی که بعد بری نظارت کنی اون طراحیت رو، تو توی طراحی داخلی میری توی فضا سربسته، اما اونجا باید حوصله تو آفتاب وایسادن هم داشته باشی، سنگا رو بشناسی، گیاها رو بشناسی، تناسباتی که تو توی فضای لندسکیپ داری با تناسباتی که تو فضای داخلی داری فرق میکنه. تو لندسکیپ صندلی‌ها ابعادش فرق میکنه، خیابون داریم اونجا، عایق بندی ها مدلش فرق میکنه، نمیدونم دیتیل هایی که اجرا میشه فرق میکنه و یه چیز دیگه مثلا متریال که استفاده میکنی فرق میکنه. پس تو یه فیلد کاملا جدید باش روبرویی. مثلا آقا تو طراحی داخلی تو اگر داری چوب کار میکنی، هر چوبی کار کنی اوکی، ولی تو طراحی نما یا تو طراحی خارجی، حالا که شامل طراحی نما میشه و طراحی لندسکیپ، تو هر متریال نمیتونی کار کنی. چوبی که کار میکنی باید مقاوم رطوبت و گرما و حرارت و همه چی باشه. یا مثلا آجری که کار میکنی دیگه باید یه آجر مستحکم و مقاوم باشه. نمیتونی مثلا آجر روستیک توی نما بیای کار کنی، مگه اینکه چه آجری باشه دیگه. منظورم اینه که تو باید شناخت داشته باشی نسبت به خیلی چیزا وقتی وارد حیطه طراحی لندسکیپ و محوطه میشی و برای خیلی جذابه، میتونه برات مفید باشه. طراحی لندسکیپ بچه‌ها نکته مهمش بحث گیاه شناسیشه. تو باید اطلاعات کافی گیاهی هم داشته باشی، مخصوصا با اقلیمی که داری توش زندگی میکنی. مثلا تو اگر زنجانی باید گیاهای مرتبط با اقلیم زنجان رو آشنایی داشته باشی. اگر داری با کل ایران از طریق اینستاگرام کار میکنی یا از طریق سایتت داری کار میکنی، باید کل محدودهای اقلیمی ایران کف دستت باشه. بچه امیدوارم خسته نشده باشین. این جلسه 4 تا پارته که براتون لینکاشو تو کپشن گذاشتم این پایین اگه برین، ولی حتما ببینید، نظراتتون رو بنویسین، خیلی این جلسه مفیده. و بقیه جلساتی که به صورت رندوم از آرک مارکت گذاشتم، جلسه خودشناسی، جلسه بعدیش چی بودش، رزومه، اینا رو حتما ببینیدش و حتما سابسکرایب کنین. ممنون میشم لایک کنین، کامنت بذارین که دیگه دمتون حسابی گرم. ولی خواهش میکنم حتما ببینین، چون خیلی زحمت کشیدم واسه این محتوا که براتون آماده بشه و تو یوتیوب به صورت رایگان براتون منتشر بشه. ادامهش رو تو کپشن میتونین کلیک کنین رو لینکش رو ببینین. مخلصم.